چون همیشه امسال نیز صدها پدر و مادر در تاجیکستان برای اولین بار با خوشحالی و هیجان فرزندان خود را به مکتب آوردند. فقط فرق در این بود که برای طلبگان صنف‌های ابتدایی امسال این روز اولی تحصیلشان به شمار نمی رفت. کودکان از یک ماه قبل با قرار مخصوص وزارت معارف جهت آمادگی به مکتب به تحصیل فرا گرفته شدند. مقامات این تصمیم خود را به آن ربط دادند که اکثر کودکان در مؤسسه های تا مکتبی نخواندند و برای فرا گرفتن به مکتب تیار نیستند. برای فردوس در مکتب بیشتر از همه معلمش پسند آمده است. مکتب به خودت معقول شد؟ بله. چیش معقول شد؟ کجاش مثلا درس خونی، معلمه، چی معقول شد به خودت؟ معلمه. برای چی؟ برای که خوشرویی یاد می‌دهد. ابوبکر را معلمه الکی از میان 29 نفر چون یک خواننده فعال میشناسد و در حضور ما هم از او ستایش میکرد که حرفها و حتی قهرمانها را نام به نام میداند. قهرمانا صدرالدین نعینی، باباجان غفور، مقداد توسن‌زاده، امام علی رحمان، نصرت الله مخصوص و شیرین‌شاه شاه تیمور. حرف و حساب را اکثریت در این صنف الکی میدانند. طرزی در درس، رفتار و صحبت کردن را هم. سالهای پیش در حقیقت هفته اول ما فقط اینها را به خود همین خیلی جلب میکردیم. حاضر باشد الکی اینها تیار هستند. من همین روز الکی من حس کردم که الکی فرقی پیشتر فرق حاضر بسیار فرق کلان است. برای اون که من امروز ما اینها رو قبول کردم، الکی ما اینها میدونستند جایشون رو، اینشون میدونستند صنفشون رو، میدونستند معلمشون رو. از سال نوی تحصیل آموزگاران صنف‌های ابتدایی در مکتب‌های تاجیکستان با اصول نوی تعلیمی به کار شروع خواهند کرد. اصول تحصیل صلاحیتناک به گفته آموزگاران و مسئولین وزارت معارف یک شیوه معاصر تعلیمی است که در انکشاف نطق و فکرانی مکتبچه مساعدت می‌کند. امسال در روز دانش 1 سپتامبر حدود 200,000 نورس برای اولین بار به مکتب رفتند. والدان امروز از یک سو از آن خوشحال بودند که فرزندانشان به سن مکتبی رسیدند و خط و سواد می آموزند، اما برخی در یک کنج دل با توجه به صنفخانه‌های پر و مشکلات دیگری ساحه معارف از آینده فرزندان خود هم نگرانی می‌کردند. مادرم گفت که مکتب بیرم با بهای اعلی بخوام. من مکتب آمدم با بهای اعلی خوانده ایستادم. با این هم والدان اکثریت با امید و تاکیدهای زیاد به فرزند خود آنها را وارد صنفخانه مکتب کردند و خیلی میخواهند که جگربندانشان از آنجا با مینه‌های پر دانش بیرون شوند.